من یک مطلبی رو اینجا خدمتتون نشون میدم، چون اینا دم از علم حدیث میزنن و روایتشون تصحیح میکنن و تضعیف میکنن. یک مطلبی رو من در بین کلیپ ها ارزش اینو نداشت که اینو تبدیل به کلیپ بکنیم ضمن دروغای قزوینی، منتها همینطوری من نشونتون میدم. این کلیپ رو با هم میبینیم. شما در متن زیارت عاشورا که سندن 100% صحیحه، افرادی که نسبت به این قضیه برای شما از کنم اشکال میگیرن، اینها یا علم رجال نخواندن یا یه مقداری خلاصه مشکل و شیشه خورده دارن. بی پرده عرض کنیم از نظر سند کاملا صحیحه و مثل حدیث قدسی هست. ما در سایتمون هم با ادله متعدد 3 تا 4 تا سند داره، همه رو ثابت کردیم که صحیحه. اینم در مورد زیارت عاشورا میگه که بله سندش 100% صحیح است و هیچ مشکلی نداره و هر کسی هم که روش ایراد میگیره شیشه خورده داره. حالا ببینیم یکی از راویان این حدیثشون رو. این کتاب الرجال ابن غزایری است، از رجالیون معروف شیعه. اینم صفحه بعدش، اینم در ایران چاپ شده در قم. صالح ابن عقبه ابن قیس ابن سمعان ابن ابی ذبیحه، این یکی از روات زیارت عاشورا است. از امام جعفر صادق در مورد این شخص روایت شده که میگه غالی بوده، کذاب دروغگو بوده، لا یلتفت الیه، هیچ توجهی بهش نباید بشه. این شخص که غالی بوده، کذاب بوده و بهش توجه هم نباید بشه، راوی زیارت عاشورا است، صالح ابن عقبه. این شخص رو این آقا میگه که بله کاملا 100% صحیح هست سند زیارت عاشورا و هیچ اشکالی هم نداره. صالح ابن عقبه ابن قیس ابن سمعان یکی از راویان زیارت عاشورا است. راست گفتن که کبوتر با کبوتر باز با باز کند ام جنس با ام جنس پرواز. دروغگو دیگه به دروغگو میگه که 100% صحیح هست روایتش.